درود به شما همدیران ارجمند. دیروز دوستی بسیار مهربانی من، دکتری مشهور طبیب مردمی بختیار شایخ، تلفنی با من در تماس گرفت و گفت که میخواهد یک اقدامی را عملی کند، اعلام بدارد. راستی خیلی خرسند شدم. جناب دکتر میخواهد که در امتداد 2 ماه سپتامبر و اکتبر همه معلمانی که از ستوموره درد و یا عذاب میکشند یا علت بیماری ستوموره دارند به پول رایگان توبت کنند. خب برادر عزیز بختیار جان، چگونه این اقدام به سر شما آمد و عاملش در چیست؟ تشکر استاد عزیز. درود به همدیاران، به هموطنان. امروز ما اقدام گرفتیم که با تمام آموزگاران خدمت رسانیمون را 2 ماه رایگان کنیم. یعنی به توسط چی؟ در این 15 سالی که ما در تاجیکستان کار کردیم، فعالیت کردیم، بسیارتر مشتریای ما آموزگاران هستند. آنها بسیار کار میکنند، کمی کم 12 ساعت در میز کاری نشست دارند، مهنت میکنند. و ما اقدام گرفتیم که به همین آموزگاران ما در دوام 2 ماه سپتامبر و اکتبر خدمت رسانی خودم را در مرکز برقرار کنی بیماری‌های ستوموره در شهر وحدت رایگان کنیم. خب برای آنکه استادان ما وقت خود را ضایع نکنند، بیاید مشخص کنیم کدام روزها و کدام ساعتها. اعلان می‌داریم که به تمام آموزگاران جمهوری تاجیکستان ما در مرکز برقرار کنی بیماری ستوموره در شهر وحدت روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت 8 تا ساعت 11 قبول میکنیم. برای همه آموزگاران خدمت رسانی من بختیار شایخ مدت 2 ماه سپتامبر و اکتبر رایگان است. مرحمت کنید. از فرصت مناسب استفاده برده تمام آموزگاران و دانشجویان را با روز دانش 1 سپتامبر تبریک میکنم. خب گمان میکنم که همدیران ارجمند، آموزگاران، معلمان، استادان خیلی محترم، این اقدام دکتر بختیار شایسته و باعث دستگیری است و همه را گفتنی هستم که همه ما پرورده آموزگار هستیم. همه ما نسبت استادان، معلمان باید غمخوار و مهربان باشیم. خب اقدام آغاز شد از 1 سپتامبر. گمان میکنم که این اقدام، این اکسیه دکتر بختیار برای دیگر دختران نیست، یک نوع اثر میگذارد، تاثیر میگذارد و شاید اونها هم چنین اقدام ها را عملی نمایند. سربلند و پیروز باشید.